یوتیوبم سلام. امروز اولین ویدیو بلندم رو میخوام بذارم و این ویدیو میخوام بهتون میکاپی که تو بیشتر ویدیوام انجام میدم و یاد بدم و لوازم آرایشی که زیاد استفاده میکنم و معرفی کنم. اولین چیزی که واسه میکاپم استفاده میکنم رژگونه است، یعنی کرم پودر رو زدم. کرم پودرم بیبی کرم فارماسی بوده. در این میکاپم میخوام در مورد تجربه مدل شدن من باهاتون حرف بزنم. قسمتش دو قسمت داره، یکیش پودریه، یکیش هم مایه طوره. نمیدونم چی بگم. من از 18 سالگی مدل میشدم، مدل میکاپ، و این آرایشگرا یک جور صورت منو داغون میکردن و میکاپای بدترین میکاپا رو برای من انجام میدادن که من واقعا فکر میکردم زشتم. از خودم بدم میومد بعد اینکه اون میکاپا رو صورتم میدیدم. ببینیم بخوره خوشگل میشه. خب حالا قسمت پودریش هم میکنم، هم پررنگ‌ترش میکنه، هم حالا چرا من زشتم شدم؟ چون این میکاپ کارا میکاپایی بلد بودن و دقیقاً همون رو همه صورت‌ها انجام میدادن و مهم نبود که اون میکاپ به فرم صورتتون نمیاد. این کار که اول لوازم آرایش مایه رو بزنید و بعدش پودریا رو بزنید باعث میشه که موندگاری میکاپتون بره بالا و رژگونه‌تون پاک نشه. حالا قلم گرافمو برمی‌دارم، این شکلیه. بذار این شکلیه، مهمه شکلش، و میزنم توی این رنگ قهوه‌ای پررنگ. بچه این پالتای رولوشن خیلی خوبه و خیلی کاربردیه، قیمتش هم مناسبه. حالا هر جور بزنید زیاد مهم نیست، من خیلی بکنم چون قراره فید بشه و خیلی بد سخت‌تر میشه. با این قلمه که یکم پرتره اینو فیدش میکنم. این میکاپ کارا واسه من همشون ابرو میکشیدن. حالا من خودم ابرو دارم، فرم داره ابروم، چرا واسه من میکشید که نیازی نداره؟ ابرومو پت و پهن میکردن، با یه رنگ دیگه اصلا میکشیدن ابرومو، چون رنگ ابرو من مشکیه، اگه مشکی بکشی خیلی بد میشه. قهوه‌ای میکشیدن، اصلا یه چیز افتضاحی. برمیدارم و میزنم. میبینید چقدر شاین داره؟ خیلی شاینش خوشگله. این قلم رو برمیدارم که سرش اینطوری یکم تیزه. از همین رنگ برداشتم و به جلوی چشمم میزنم و اینکی، و بعدش از همون دوباره نوک بینیم، تیغه بینیم که خیلی خوشگل‌تر شد. از همون قهوه‌ایه بود که زدیم به اینجا چشممون، دوباره از اون برمی‌دارم و این دفعه میخوام یه مثلث بکشم. نگاه کنم اینجا یه دونه، بیام جلوتر، مثلا همین کارو که چشمامو حالت میدم بهم خیلی بیشتر میاد، چون فاصله چشم ابروم زیاده و خوشگل‌ترش میکنه. ولی میکاپ کارا هر بار که چشمای منو میدیدن یه سایه اسموکی میزدن. چرا؟ چون همشون میگفتن چشمات درشته و بهش سایه اسموکی میاد، ولی برعکس، سایه اسموکی حالت تو رفتگی میده و چشما رو وزغی میکنه. حالا خط چشم که چشم کاسه میبلینه برمیدارم با این قلم سرکج گراف، چون خیلی قشنگ خط چشم میکشه. میزنم توی این. شما باید تو میکاپ کردنتون به حالت چشماتون خیلی دقت کنید. مثلا من 2 چشمام نیازی نداره که به هم دیگه نزدیک‌تر شن، اگه نزدیک‌تر شه زشت میشه. پس بر اساس اون فاصله من جلوی چشمامو روشن میکنم. اینو روی همین خط میکشم با اینه که قلمم که بازم سر این شکلیه، مهمه اینا، میکشم روی این خطه، یعنی فیدش میکنم.
اگه چشمای شما فاصلش زیاده، بعد اون جلو مشکی کنید، یه خط مشکی ریز بکشید که هم چشاتون حالتش رو خوشگل‌تر میکنه، هم به هم نزدیک‌ترش میکنه. حالا از کجا بفهمیم که چشممون به هم نزدیکه یا دوره؟ باید اندازه یه چشممون بین دو تا چشممون فاصله باشه. اگه دقیقاً اندازه بود، جلوی چشماتون رو روشن کنید، ولی اگه بیشتر از یه چشم فاصله داشت، بعد جلوی چشماتون رو تیره کنید. همین نکات کوچیک و میکاپ‌کارا توی میکاپ من رعایت نمی‌کردن. من برای زیر چشمام هم چیزی استفاده نمی‌کنم و چون اون حالت تو رفتگی رو ایجاد میکنه. حالا من تو همون سالونا میشستم و میدیدم که کسای دیگر که میکاپ میکنن همون میکاپو دقیقاً خیلی خوشگل میشن، خیلی بهشون میاد، فرق میکنه صورتشون. این مشکل روی همین خطمون چون باعث میشه که خط چشممون پخش نشه. یه اصطلاحی داریم که میگن بعضیا بدآرایشن، بعضیا خوش‌آرایشن. دقیقاً از اون آدمام که خیلی بدآرایشن، یعنی باید خیلی تو آرایشم دقت کنم. الان میریم سراغ ریملمون. اینطوری میزنیم. خیلی هم تو بجم میگفتن چرا همیشه آرایشات یه شکله؟ چون به من فقط یه مدل آرایش میاد و میتونم نهایت اونو یکم تغییرش بدم، ولی تو کلیتش نمیتونم خیلی تغییر بدم. اینم از ریملمون. کمش میکنم باید به این جلو هم بزنم. و قسمت اصلی موژه. من یه ریسه موژه گرفتم سایز 12. این سایز 12 رو شروع میکنم سه تا این دونه هاش نشون بدم بهتون سه تاش چه شکلیه. اینطوری میشه. نیاز به چسب دان و پنسل آب زنم تو چسب این یه دونه شو و اینطوری میزنم انتهای پلکم. این یه دونه شو گذاشتم. بذار زوم کنم قشنگ‌تر. دوباره یه دونه دیگه کنارمون و بالاخره تونستم یه دونه کنار اون بذارم. سه تا دونه برای من کافیه چون ریملم زدم. خیلی هم نمیخوام موجام پرشه و رو هوا بره، سر همین سه تا بس بود. این مرحله میکاپ هایی دیدم که این مدل به صورت من خیلی میاد و همیشه تو میکاپم انجام میدم. اول از همه خط چشم سفید رو ور میدارم و این بعد تراش بشه. اینو برمیدارم خط چشم سفیدم و داخل چشمام، ولی نه کل چشمام، فقط این تهشو میکشم. اینطوری. این رو هم کشیدم. حالا این آکوه سفیده که نیاز داره با آب قاطی شه تا کار کنه. یه قطره آب میریزم روش و با این قلم سر صافم میزنم تو این یه کوچولو بردارم و میکشم این جلوی چشمم. الان میبینید اینطوری و این طرف اینو کشیدم. الان خیلی کم کشیدم، میتونم یه ذره پررنگ‌ترش کنم. اینم از میکاپ من. مرسی که نگاه کردین. تا ویدیو دیگه سابسکرایب یادتون نره.